با درود بینندگان عزیز، برنامه اخباری озодӣ با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیمتان می شود. من شالوی گلخوجه با شما هستم. نخست به سرخط موضوع برنامه امروز 16 نوامبر توجه کنید. از امروز بلیتی هواپیماهای چارتری در مسیر روسیه تاجیکستان در فروشی озоданд. سفیر تاجیکستان به شهروندان هشدار می‌دهد که به دام قلابان نیفتند. وقتی نرخ‌ها دندان می‌شکنند در بازارهای تاجیکستان، اکنون قیمت محصولات داخلی نیز به بالا جهید. شکر، تخم، مردم همین چیزا میگیرن، اما همین نرخ قیمت دیگه به معاش ما نمیرسه. و طبیبان تاجیک بمورانی دیابتی قند را در نسبت ویروس کووید 19 آسیب پذیر می‌دانند. وقتی گرفتار میشوند نسبت به شخصان سالم کمی وزن‌تر می‌گذرانند این بیماری را. شروع از امروز بلیط‌های پروازهای چارتری شرکت هوایی سومون ایر از روسیه به تاجیکستان در فروشی озод گذاشته شدند. یعنی خواهشمندان سفر دیگر برای نامنویسی در سفارت و نمایندگی‌های تاجیکستان و روسیه ضرورت ندارند. چون این تصمیم آخر هفته گذشته از جانب آژانسی آویاسیون شهروندی تاجیکستان گرفته شده است. ولی با این همه طوری از پیام‌های شما بینندگان عزیز برمی‌آید اکثریت یک نفر سرحساب خود را گم کرده و نمی‌دانید بلیط‌ها را چگونه و از کجا دسترس کنید. در این باره میرزانبی خالقزاد با سفیر تاجیکستان در روسیه هم صحبت شد. برای گرفتن تفصیلات به او رو میارم. درود بر شما. از صحبتی که شما با سفیر داشتید، اکنون مهاجران باید بلیط ها را از کجا بخرند؟ سفیر تاجیکستان در روسیه امام‌الدین ستاره شرایط نوی فروش بلیط ها و پروازها را شرح داد و از جمله گفت که حالا خواهشمندان بازگشت به وطن نسبت 2 ماه پیش کاهش یافته است و ضرورت برای روی خط و نوبت‌پایی های دور و دراز 21 روزه باقی نمانده است. به قول سفیر، شهروندان تاجیکستان می توانند بلیط ها را از کاسه های شرکت سومون ایر در فرودگاه و یک نقطه دیگر در بنای مهمانخانه سفارت تاجیکستان در گستیوای دام مسکو خریداری کنند. شماره چنین نقطه های بلیط فروشی در شهرهای روسیه 15 عدد است. باید تاکید کرد که مسافران باید معلومات نامه طبی کرونا ویروس را هم داشته باشند که نه دیرتر از 96 ساعت یعنی 4 روز پیش از ورود به تاجیکستان داده شده است. کودکان تا 3 ساله از پیشنهاد این سند آزادند. در صورتی که بلیط ها اکنون آزادانه فروخته می شوند، احتمال دارد که باز هم میان رفت‌ها پیدا کردند در این بین. ببینید شهلا، جناب سفیر در این خصوص نیز ابراز نظر کرد. وی گفت به خاطر آنکه شهروندان تاجیکستان به دام قلابان نرفتند، نباید بلیط ها را از دست شخصان سیوم یعنی میانه رو بخرند، بلکه مستقیما به کاسه های بلیط فروشی مراجعت نمایند. از وقتی که همین قضیه شد، این در تحت کنترل سفارت هست، در تحت کنترل وزارت کارهای خارجه حکومت تاجیکستان است. پس تفتیش های لغوی نشان دادن که سیومین یعنی که بیماری روی علاقه نیست و البته باید سود برگزار شد و اون جزای خودش باید حتما بگیرد. همچنین به این زودی فروش آنلاینی بلیط ها در وبسایت سومون ایر راه اندازی می‌گردد. در عین زمان جناب سفیر گفت که هنوز حریم هوایی بین تاجیکستان و ازبکستان و روسیه باز نشده است و مسئله دیگر یعنی رفتن و باز برگشتن است. جناب سفیر میگوید که به سفارت از جانب شرکت های کلان روسیه نامه میرسد و آنها جای کار و معاش خوب پیشنهاد میکنند. ما درباره پروازها صحبت کردیم و همان گونه که در بالو جناب سفیر هم گفت درباره قضیه سیومین، یک موضوع دیگری مطرح میان مهاجران در روسیه محض همین قضیه دوامدار قتل هویدا طلازاده 5 ساله است. انتظار می رود که 20 نوامبر مرافع دادگاهی در نسبت گمانبر این جنایت الکساندر سیومین دوباره از سر گرفته شود و سفیر چی میگوید که در مرافع مذکور نمایندگان سفارت شرکت خواهند کرد یا نه؟ بله، این سال را من از جناب سفیر کردم. اون کس در این باره نیز توضیح داد و گفت که از روز اولی آشکار شدن این جنایت سفارت با والدان هویدا در تماس است و با آنها کمک حقوقی میرساند. از وقتی که همین قضیه شد، این در تحت کنترل سفارت هست، در تحت کنترل وزارت کارهای خارجه حکومت تاجیکستان است. پس تفتیش های لغوی نشان دادن که سیومین یعنی که بیماری روی علاقه نیست و البته باید سود برگزار شد و اون جزای خودش باید حتما بگیرد.
حالا منتظر میمونیم که دادگاه در نسبت گمانبر در قتل دختر تاجیک تابستان سال 2018 اول تجاوز و بعداً کشته شد چه حکمی را روا می‌بیند؟ سپاس بر شما. در ضمن صبح امروز من با عبدالسلام سعیدов پدری هویدوی غورامرگ صحبت داشتم. او گفت در دوام این 2 سال با اهل خانواده‌اش سرسون و سرگردان است. پدر غمزده افزود که امیدوار میباشد قاتل فرزندش بالاخره جزای سزاوار را میگیرد. در این برابر خانواده هویدوی کشته شده میخواهند در دادگاه از قاتل او الکساندر سیومین تاوان مالی طلب کنند. رو می‌آورم به موضوعهای دیگر. هفته‌های اخیر در برابر بلند شدن نرخ خوراکواری وارداتی محصولات داخلی نیز گران شده است. این روند باز هم به جیب قشر آسیب‌پذیر کشور ضربه می‌زند که به قبل آنها از این معاش به آن معاش به زور زندگیشان را سرشته می‌کنند. همانگونه که همکاران ما برای یوسفی و اسکندر فیروز میگویند تعدادی از تاجران بازارها بنابر بلند رفتن نرخ‌ها از فروش بعضی محصولات خودداری می‌ورزند. طول یک ماه اخیر بار دوم است که در بازارهای تاجیکستان قیمت روغن رستنی، قند و شکر و تخم مرغ، مواد نیاز اولیه مردم به طور بی‌سابقه بالا می رود. اگر بار اول قیمت اساساً محصولات وارداتی بالا رفته باشد، این بار نرخ محصولات تولیدات داخلی نیز با قیمت محصولات وارداتی تقریباً برابر شده است. حالا قیمت 1 لیتر روغن رستنی از 11 سومانی قبلی تا 19 سومانی، یک دونه تخم مرغ از 80 درم تا 1 سومانی و 30 درم و 1 کیلو شکر از 6 سومانی و 50 درم تا 10 سومانی بالا رفته است. همه چیز گران شده است. پیشتر 30 دونه تخم 12 سومانی بود. حالا به 34 سومانی برابر شده است. کار به کجا رفته ایستاده است؟ لیکن فابریکه‌های مرغ پروری ساخته ایستادند. همه چیز قیمت شده است. تمام چیز، ارد، کارتوشکا، همه چیز گران شده است. تاجران سبب گران شدن قیمت محصولات نیاز اولیه را به بالاروی قرب دلار آمریکایی و بالا بردن قیمت‌ها از تولید کنندگان و وارد کنندگان می‌دانند. حتی برخی تاجران با سبب بالا رفتن از فروش بعضی محصولات دست کشیدند. خیلی نرخ‌ها هم کم بیشتر همین روغنش بالا رفته. نمی شکر هم بالا رفته ما نمیفروشیم، سودا نمیکنیم. بالاروی قیمت محصولات نیاز اولیه بیشتر از همه افراد نفقه‌خوار و کلانسال را در حالت شوک گذاشته است. آنها پیشنهاد میکنند که در چنین وضعیت حکومت باید برای نفقه‌خوران مغازه‌های مخصوص با نرخ‌های دسترس تأسیس دهد وگرنه حال آنها تباه خواهد شد. Масло очень дорогое, 2-литровый 36, а кроме масла надо хлеб, надо сахар. روغن به حد گران است. 2 لیترش 36 سومانی. ولی بغیر از روغن نان در کار، شکر در کار، خوکه جامشویی در کار. در این حالت چه خیل با 300 سومانی نفقه زندگی کردن ممکن است؟ این ضرورترین چیزها است. الکی ما هست که ما حسیب را ندیده ایم. نرخ‌هایشان دست نارس است. همین طور گوشت، ارد هم قیمت. همه چیز قیمت است. Мы не видим, это даже недоступные цены. Мясо тоже, мука дорогая, все дорого. کارمندان بخش بودجوی میگویند اگر معاششان تا 15% بالا شده باشد، نرخ برخی محصولات از 30 تا 40% بلند شده است. در زندگی من مثلا روغن، شکر، تخم مردم من که چیزا میگیرن اما همین نرخ قیمت دیگه به معاش ما نمیرسه. اقتصاددانها بر اینند که برای جلوگیری از افزایش به یکباره قیمت محصولات نیاز اولیه در پس منظر بی‌قرب‌شوی سامانی باید مقامات حکومت راه‌های با اسعار خارجی مخصوصاً دلار با قرب رسمی تامین کردن تاجران وارد کننده را پیدا کند. برای نگاه داشتن نرخ محصولات در داخل تولید شونده باید مقامات خدمات ضد انحصاری دست به کار شوند. مثلا ببین روغن پختر ما در خیلی تاجیکستان استحصال میکنیم. اشیاء خامش هم از تاجیکستان است. کندونه‌اش. مثلا چکل میتواند صاحبکار در مورد بلند شدن قرب این فرض کردیم دلار اینا به طوری میگیم که تعجیلی نرخ روغن پختر را بالا بردارد. گرانشوی بی‌سابقه قیمت محصولات نیاز اولیه در حالی است که شکر و قند و روغن آفتابپرست اساساً از روسیه به تاجیکستان وارد می شود. ولی سالهای اخیر مقامات از افزایش فابریکه‌های مرغ پروری و تولید تخم آن گزارش‌ها می‌دهند.
دوستان عزیز، تو این لحظه برنامه برایتان درباره جزئیات فروش بلیت‌ها از روسیه به تاجیکستان و سرگیری محکمه دادگاهی قتل هویدوی 5 ساله معلومات دادیم. بالوروی نرخ خوراکواری در بازارهای تاجیکستان از موضوع دیگری ما بود. حالا یک آگاهی پیشنهاد می شود. بعد آن ازودی بیماری قند در تاجیکستان صحبت میکنیم که در شرایط پاندمیا کووید 19 تشویش آور شده است. با ما بمانید. شما برنامه خبری رادیو ازودی رو تماشا دارید. پاندمیا کووید 19 احوال بمورانی دل و قند و فشار بلندی را ناگوار کرده است. در بیشتر حالات جسم گرفتاران این بیماری ها برای مقاومت با کرونا ویروس ضعیف است. این هم در حالی است که شماره این گونه بیماران در تاجیکستان همه ساله بیشتر می شود. همکاران ما برای یوسفی و اسکندر فیروز با وضع معالجه گرفتاران دیابتی قند در کشور آشنا شدند. доди ҳусейн сокини 74-солаи ноҳияи ванҷ 10 соли ахир бо маризии диабети қанд ба истилоҳ даст ба гиребон аст. ҳар сол то 3 дафъа барои озмоиши сатҳи қанд дар хунаш ба маркази ҷумҳуриявии клиникии эндокринологӣ дар шаҳри Душанбе муроҷиат мекунад. масалан баъзе вақт мешавад 12, 14, баъзе вақт мешавад 9. ман хеле баъд дору тавсия метиҳам, мегирам, истифода мебарам ҳамун доруро. дориҳо қиматанд. ба фарқ аз доди ҳусейни 74 сола, тахмина саидовай 47 сола аллакай 5 соли ахир аз маризии диабети қанд азият мекашад. асос асаб шудагӣ, қанди ман асаб шудагӣ. хамин худоро шукр. ҳоли хама хеле беҳтар ҳисоб мекунам. ҳамиаму пас меем бо меспорем бо меравем. дар замоне ки пандемияи коронавирус дар ҷаҳон дар ҳоли хуруҷ аст, табибон гирифторони маризии диабети қандро дар баробари ин вабои аср бештар осебпазир медонанд. бо манзури ин таваҷҷӯҳи гирифторони бемории диабети қанд ба табобат дар ин шабу рӯз бештар шудааст. вақте гирифтор мешаванд нисбати бемор шахсони солим каме вазъбинтар мегузаронанд ин бемориро, чунки беморони гирифтори диабети қанд дар он оризаҳо дида мешавад. дар тоҷикистон ҳоло нафарони расман гирифтор ба маризии диабети қанд сабт шуда дар ҳоли афзоиш аст, дар ҳоле ки ба гуфтаи табибон теъдоди дигари маризони гирифтор ба диабети қанд ҳастанд ки ба табибон муроҷиат накардаанд ва ҳамчун бемор сабт нашудаанд. бисёртар дар байни коргароне ки рости гап мегам ки касе вазифадор ҳастанд аз сабабе ки камҳаракатӣ фарбегиашон мебошад. на фақат баъд бисёртар шахсиятҳое ки сохторҳои низомӣ ки бисёртар ба бемори стресс, бисёртар асабониятҳо ҳастанд, сари вақт хӯрок хӯрданашон дар меъёр нест ва аз чӣ карданашон нохӯрдани хӯрокҳои носолим метавонад ба бемори диабети қанд дошта. масъулони маркази ҷумҳуриявии клиникии эндокринологӣ мегӯянд, феълан гирифторони маризии қанд дар кишвар инсулин, яке аз ҳормонҳои муҳим барои табобати ин бемориро ройгон дастрас мекунанд. таъминкунандаи аслии инсулин ба беморони диабети қанд мақомоти ҳукумати тоҷикистон ва созмони байналмилалии ҳаёт барои кӯдак номбар мешавад. бо ин ҳол дар як соли ахир шумораи гирифторони расман сабт шуда ба ду навъи синусолии маризии диабети қанд 2000 нафар афзоиш ёфта ба ҳудуди 48000 нафар баробар шудааст. و سردبیر سامانه اخبار میگوید تصمیم گرفته است که فعالیت این پایگاه مستقل خبری را قطع کند، اما افزوده است ما را نه یگان بحران یا کمبود موضوع و خواننده بلکه یک حکم بی‌اساس مجبور به ترک میدان کرد. سامانه اخبار 4 سال پیش در پراگ به کار آغاز کرده بود. میرزای سلیمپور گفت قرار دادگاه عالی در فعالیت سامانه مشکلات زیادی حقوقی را به بار آورده است. دوستان عزیز، فرصت برنامه امروزه ما اینجا به پایان میرسد. اخباری از این بیشتر و چون همیشه در سامانه رادیو ازودی زیر نشانه www.ozodi.org بخونید و نوارهای جالب در صفحه ما در یوتیوب با نام ازودی ویدیو گذاشته می شود. فراموش نکنید فردا شما را با خبرهای نو منتظر خواهم بود. خود را ایجاد کنید و خدا نگهدارتان.